با کم شدن باران کار حشرچیان دهه درخان ناحیه دوشتیش برای کشیدن لوله آب آشامیدنی اوج گرفته است. نرسیدن آب آنها را وادار کرده است که به چنین حشره دستجمعانه برآیند. دهه آنها سالهاست این مشکل را دارد. 7 سال 8 سال به سال تنقیص آب شد. تمام مردم دهه درخان کردید. رئیسان من خودم اساس رئیس خواجگی دیخانی 35 رئیس خواجگی داریم. اونا گفته با مصلحت کار کرده. اینا سر کردیم خود تا باید 6 کیلومتر خود ان شاء الله اینا بود کنیم. صبح 100% مردم دهه آب کتی تامین میشه. این بار اول نیست که مردم دهه چنین تشبث میکنند. سال 2007 نیز به خاطر رفع این مشکلی آنها از مسافه قریب 10 کیلومتر آب آورده بودند. ولی با زیاد شدن اهالی دهه ساکنان از کمابی دیگر باره اذیت کشیدند. اکنون آنها لوله های قبلا آورده شان را میکنند و به جایش قبور حجما کلان را میخوابانند تا آب زیادتر آید. از دهه تا سرچشمه 9 کیلومتر 400 متر. ما حاضر قریب 6 کیلومترشه ایواز کرده ناو کرده تربوی شنونده اومدیم اما برآورده وای میکنیم با آینده با تو ویا دیگه برده میرسونیم خدا اگر خواهد. برای این آبیاری مهاجران و سهامداران خواجگی های دهقانی 250,000 سامانی مبلغ گذاری کردند و در صورت همین مقدار دیگر پول جمع آوری شدن کار به آخر میرسد. و گفته ساکنان در اجرای این طرح ساختارهای دولتی و خدمترسانی همراه نیستند. ولی آبی که برای نوشیدن اهل دهه دسترس می شود از معاینه طبی گذشته است و استفادهش رایگان خواهد بود. آب لوقه افلاس نمیخورد که بچه ها کسل میشد. آب همین با وقتر کار کنیم با وقتر که آب گران بریم. حکومت تاجیکستان از آغاز سالهای 2000 در مسئله تامین آب آشامیدنی به سازمان ملل پیشنهادهای زیاد داده است. ولی منتقدان میگویند مقامات باید به مشکل تامین آب در داخل کشور توجه کنند. 3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند و وضعیت مردم را مجبور میکند خود دست به کار شوند. فرزا محمدی، رادیو آزادی ناحیه دوشتیچ.